بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد انصاری گل. علیکم السلام خالد جان، حال احوال شما؟ الحمدلله، شما خوب هستید؟ همکارایتان خوب است؟ زنده باشید، تشکر از شما. زنده باشید. استاد انصاری کلیپای کردی عجیب کلیپای جالبی است. کار به خدا امی آخونده که بار آخر پخش کردی هیچ فرق از شیطان نمیکنه. هر لحظه که ببینی هیچ فرقی نداره، جز مشرک کافر، هر کافر رو ببینی شرف داره از این آخوند. به خاطر که هر بار که کلیپای اینا پخش میکنی جز شرک، جز بدعت، دروغ، هیچ چیز دیگه یاد ندارم. و مهمتر از همه این که استاد انصاری این مردم این آخوندا در خانواده به وجود میان، در خانواده متولد میشن که از ابتدا شرک، جز یاد دادن شرک، دروغ، درست، فریب دادن، لعن و دین، تا جایی که بالاخره بزرگتر میشن در مسجد میرن، اونجا هم که میرن از آخوندا چی یاد میگیرن؟ شرک، دروغ، لعن و دین بر اصحاب پیامبر و به امهات مومنین. دیگه آدم توقع نباید داشته باشه که اینا به این زودی موحد میشن. ما مردم اهل سنت برای بچه های ما، برای خانواده ما میگیم که بزرگترین گناه شرک هست، مواظب باش که به شرک مبتلا نشی. اینا چی میگن؟ میگن فقط از حسین 12 خدای دیگه اینا بغیر از الله 12 تا شریک دیگه قائل هستن که از خدا هیچ چیزی نعوذ بالله کم ندارن. باید به خاطر این مردم ما و شما زیاد زحمت بکشیم. استاد انصاری این زحمت های شما را خداوند انشاءالله پاداشش در روز آخرت نصیب شما میگرداند. شما تانسته که این آخوندا را دستشون رو بکنی. البته این آخوندا شرم ندارن، حیا ندارن. هر مردم عادی، مردم تشیع میبینن که این آخوندا شرکشان به کجا رسیده، فریبشان به کجا رسیده. اینا که از خدا نمیترسن. از ما یک مثل است میگه بترس از آن کسی که نمیترسد از خدا. این آخوندا از خدا نمیترسن، از پیامبر نمیشرمن، از هیچ انسان ابا ندارن. حتی قائل هستن که ما ولادت حضرت مسیح را بگیریم مثل مسیحی ها. چه فرق دارن اینا؟ فردا شاید اعلام کنن که ولادت حضرت موسی را بگیریم، پس فردا اعلام بکنن که ما هر کاری که یهود و نصارا میکنن میکنیم. بالاخره استاد انصاری گفتنی دیگر ندارم. تشکر، قربانت. شما ادامه بده، خداوند انشاءالله پیروز و موفق داشته باشه. شما را هر چقدر که یا آخوندا را رسوا بکنه اما قدر در نزد اهل تشیع و اهل سنت خار و ذلیل میشن. خدا حافظ و السلام علیکم و رحمت الله. و رحمت الله و برکاته. در تایید صحبت‌های خالد جان، من کلیپی رو دارم اینجا. واقعا یعنی وقتی انسان این رو میشنوه انسان میلرزه به خودش، از بس که اینها غرق شدن در شرک و کفر. من همون جمله‌ای که دائما تکرار میکنم در برنامه میگم که وقتی که آدم حرفا اینا رو میشنوه، ابو جهل و ابو لهب و مشرکین مکه در مقابل شرک و کفری که این آخوندا گرفتارش هستن، باید اونا رو شما موحد و مؤمن خطاب بکنید. چرا؟ اونا به خدای یگانه اعتقاد داشتن، به خدایی که میگه که کن فیکون اعتقاد داشتن. اصلا اعتقاد داشتن هر چیزی که در جهان صورت میگیره به دست الله سبحانه و تعالی است فقط. یعنی اینها رو که انسان میبینه، این مشرکین رو و حرفایی که از اینها خارج میشه، و الله سبحانه و تعالی رو سپاسگزاریم که این تکنولوژی و این ماهواره و زیاد شدن شبکه های اینها سبب شد که حقیقت اینا رو مردم بشناسن. من یادم میاد سال 1424 25 26 تا 27 تا 28 که هنوز شبکه نورم تأسیس نشده بود، اولین شبکه اهل سنت، خیلی از این حرفا رو که ما در مجالس میگفتیم به برادران عزیز تاجیکمون، به افغان ها، به ایرانی ها، به شیعیان خواستن نه میگفتن این چیزا اصلا امکان نداره که ما به این چیزا اعتقاد داشته باشیم. نه، شیعه اصلا به این اعتقاد نیست. تا اینکه شبکه سلام اینا اومد و خدا رو شکر کردیم که الحمدلله یک شبکه اومد، شبکه که حقیقت دین تشیع رو بیان میکرد و در این شبکه در روزهای اول قزوینی در اونجا برنامه داشت به نام دین و اندیشه فکر کنم. ما همون موقع
برنامه اینا رو ضبط می‌کردیم، اون موقع از طریق دیویدی رایترز تو خونه این کارو می‌کردیم، شبکه‌ای وجود نداشت که این کلیپ‌ها رو پخش بکنیم. بعد کم کم شبکه‌های دیگه اومد، شبکه کوثر رو نمیدونم، شبکه امام حسین و شبکه ولایت یا زلالت و شبکه اهل بیت و اونایی که تا دیروز حرفای ما رو باور نمی‌کردن. نه شما اینو در کتاب‌ها خوندید، حالا یا شاید شیعه اینطوری اعتقاد داشته باشه، همه اینطوری نیستن. اما بعد از اومدن این شبکه‌ها تک تک ملت اسلام از هویت اصلی این دشمنان دین، این مدعیان دروغین محبت اهل بیت آگاه شدند و الحمدلله الله سبحانه و تعالی رو سپاسگزاریم. اگر که ما همین 4 شبکه اهل سنت هم نمی بود، هیچ شبکه‌ای هم تأسیس نمی‌شد، وجود شبکه اینها کافی بود که مسلمان‌ها حقیقت اینها رو بشناسن و اهل سنت حقیقت اینها رو درک بکنن و اونایی که حق جو هستن و حق گو هستن، در پی حق هستن، حقیقت اینا رو درک بکنن. باور بکنید که من خیلی ها رو میشناسم که فقط به خاطر اخلاق آخوندیزم تشیع رو ترک کردن، به خاطر اخلاق اینها، به خاطر سب و لعن و دشنام دادن به یاران پیامبر. این اعمال اینها که به عنوان عبادت انجام میدن سبب شده که بعضی از شیعیان از دین اینها متنفر بشن. حالا ببینید که این آخوند چی میگه. من سعی میکنم در اثنای صحبتش حرفاشو ترجمه بکنم. احمد جان میتونی صدا و تصویر رو داشته باشی؟ بسم الله. احنا عندما ندخل، عندما ندعو، عندما نطلب حاجاتنا الشخصية، میگه وقتی که ما حاجاتمون رو میخوایم، وقتی که ما دعا میکنیم، حاجات شخصی خودمون رو میخوایم، حاجاتنا الشخصية والاجتماعية بهذه النظرة، يعني انت دا تدخل على امام بيده الكون. میگه ما وقتی حاجات شخصیمون و حاجات اجتماعیمون رو میخوایم با این دید به امام نگاه میکنیم که کائنات در دست اوست. این آیت الله محمد رضا شیرازی است. خانواده شیرازی رو که میشناسین، صادق شیرازی و مجتبی شیرازی و محمد رضا شیرازی و مکارم شیرازی و اینها اکثرا، البته مکارم شیرازی نسبتی با اینها نداره، کلا یک مکتب جداگانه است. اینا مکتب اخباریون هستن و اونا مکتب اصولیون هستن. به هر صورت سگ زرد برادر شغاله، همه از یک طویله هستن. شما تصور بکنید که میگه که ما وقتی که دعا میکنیم، حاجتمون از امام میخواییم، باید با این دید بخوایم که کون، کائنات، همه چیز در دست کیه؟ در دست امام. ادامش خیلی جالبه، ادامش رو بشنوید. و بید امام بیده الكون و بیده كل شيء و اذا قال للشيء كن يكون. به دست امام همه چیز است. اگر امام به یک چیزی بگه کن، یعنی اینطوری باش، فیکون، همونطوری میشه. من یقین دارم که در طول تاریخ جاهلیت قریش هیچ مشرکی از مشرکین مکه و مدینه و جزیره العرب این اعتقاد رو نداشتن که این آخوند داره. یک بار دیگه، چون من ترجمه کردم، یک بار دیگه عربیشو بشنوید، دقت بکنید در کلمات این. احنا عندما ندخل، عندما ندعو، عندما نطلب حاجاتنا الشخصية والاجتماعية بهذه النظرة، يعني انت دا تدخل على امام بيده الكون وبيده كل شيء واذا قال للشيء كن يكون. این آیت الله محمد رضا شیرازی بود، در شبکه الانوار این صحبت ها رو کرده. اینا اصلشون ایرانی هستن و از طریق صحبت کردن عربیش هم متوجه میشید که با لکنت فارسی صحبت میکنه. این آقا میگه که امام کسی است که بیده الکون، کل کون در دست اوست و اگر چیزی رو امام بگه کن فیکون. حالا چون دین اینها جدا از دین اسلام است،
ما بارها تاکید کردیم که اینها ائمه الکفر هستند، رؤوس کفر و زندقه و فساد هستند. اینها اخلاق مردم رو فاسد کردن، مال مردم رو فاسد کردن، خانواده های مردم رو فاسد کردن و از همه بدتر که عقیده مردم رو فاسد کردن. یعنی همه این امور میشد که یک طوری جمع و جورش کرد، اما وقتی عقیده انسان رو فاسد بکنن در روز قیامت، شما اگر که به اندازه کل کره زمین هم گناه کرده باشی اما به الله سبحانه و تعالی شرک نیاورده باشی، شاید که این عقیده توحیدی تو سبب بشه که بعد از اینکه پاداش و جزای اون گناهانت رو دیدی، بعد از اینکه حساب و کتاب شدی، بعد از اینکه به سزای اعمالت رسیدی، یا هر طوری که الله سبحانه و تعالی بخواد، امکان داره که وارد بهشت بشی. همونطوری که بارها گفتیم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله سبحانه و تعالی هر گناهی رو برای هر کس بخواد میبخشه، غیر از شرک که وعده کرده و الله سبحانه و تعالی خلاف وعدهش عمل نمیکنه که گناه شرک رو نمیبخشه. حالا میایم سری میزنیم به قرآن. اینو که به قرآن اعتقاد ندارن، به قرآنی که ما بهش اعتقاد داریم، اینها این قرآن رو زدن، تیکه تیکه کردن. باور کنید کاری با این قرآن کردن که سربازان آمریکایی در گوانتانامو و بگرام و در ابو غریب نکردن. اگر اونها قرآن رو آتیش زدن، اینها قرآن رو تحریف کردن، اینها قرآن رو تیکه تیکه کردن، اینها از ارزش و از اون حقیقتی که قرآن بیان میکرد کاستن. ببینیم که قرآن چی میگه. احمد جان نشون بده. من فقط سرچ کردم همین کن فیکون رو در قرآن کریم، در سوره بقره آیه 17 بدیع السماوات والارض و اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. این آیه در مورد الله سبحانه و تعالی است که الله سبحانه و تعالی آسمان ها و زمین رو از هیچ پیدا کرد و اگر چیزی رو بخواد فقط کافیه که بگه باش و اون چیز میشه. در آیه 47 سوره آل عمران در اینجا ببینید قال كذلك الله یخلق ما یشاء. این گونه است الله. در اینجا در مورد قضیه مریم علیه السلام است که قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. ای پروردگارا، چطور من مریم که ازدواج نکردم، بشری به من دست نزده، چطور امکان داره که صاحب فرزندی بشم؟ قال كذلك الله یخلق ما یشاء. این گونه است الله هر چه بخواد خلق میکنه. اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. اگر چیزی را اراده بکنه فقط کافی است بگه اینطوری بشو، در همون لحظه میشه. در سوره آل عمران آیه 59 الله سبحانه و تعالی مثال میزنه ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. مثل عیسی که چطور بدون پدر و مادر، بدون پدر ایشون رو پیدا کرد، مانند آدم علیه السلام است. خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. انسان را از خاک به وجود آورد، بعد از اون گفت که اینطوری شو و آدمم شد. در سوره انعام آیه 73 هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. او پروردگاری است که آسمان ها و زمین رو به حق خلق کرده است. یوم یقول کن فیکون. روزی که الله سبحانه و تعالی و یوم یقول کن فیکون، روزی که بگه بشو اونطوری میشه. قوله الحق له الملک. حرف الله سبحانه و تعالی، سخن الله سبحانه و تعالی حق است، پادشاهی از آن اوست. یوم ینفخ فی الصور. روزی که در صور، روز قیامت در صور دمیده می شود. عالم الغیب و الشهاده. دانای همه غیب ها و هو الحکیم الخبیر. و او پروردگار حکیم و آگاه و داناست. در سوره نحل آیه 40 انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. وقتی که ما یک چیز رو اراده بکنیم، الله سبحانه و تعالی میگه وقتی ما یک چیز رو اراده بکنیم به اون میگیم اینطوری باش و میشه.
در اینجا در سوره مریم آیه 35 ما کان لله ان یتخذ من ولد، الله سبحانه و تعالی شایسته او نیست که فرزندی رو بگیره، مانند نصارا که میگن عیسی فرزند الله است. سبحانه، الله پاک است از این. اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اگر چیزی رو اراده بکنه فقط کافی است که بگه بشو، اینطوری و میشه. یاسین آیه 82 انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، امر الله سبحانه و تعالی وقتی چیزی رو اراده بکنه این گونه است که میگه که این گونه بشو، میشود. در آیه 68 سوره غافر میگه هو الذی یحیی و یمیت، او پروردگاری است که زنده میکنه و میمیرانه. فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اون پروردگاری است که زنده میکنه و میمیرانه و اگر که چیزی رو اراده بکنه فقط کافی است که بگه که این گونه بشو و میشه. این سخنان الله سبحانه و تعالی آیات الهی است در قرآنی که این آخونده از این قرآن بیخبرن. بعدش این آخوند میاد میگه وقتی که ما در مقابل امام می ایستیم این گونه باید دید ما باشه، این گونه باید دیدگاه ما باشه، این گونه باید ایمان و عقیده ما باشه که این امام بیده الکون، همه دنیا به دست اینه، همه کائنات به دست اینه و اگر به چیزی بگه کن فیکون. شما رو به خدا آیا میشه که ما در دنیا مشرکتر از این آخوندا کسی دیگری را پیدا بکنیم؟ این نمونه ای است از اعتقاداتی که اینها دارند. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی یا هدایتشون بده یا شرشون رو از سر امت اسلامی دور بکنه.